یک گوشه پاک و پرنور. نوشته ارنست همینگوی. پیرمرد در سایه‌ای نشسته بود که از برخورد نور چراغ با برگ‌ها افتاده بود. هنگام روز خیابان خاک‌آلود بود، اما شب گرد و خاک را فرو می‌نشاند و پیرمرد خوش داشت تا دیر وقت آنجا بنشیند، چون ناشنوا بود و در آن وقت شب آنجا بی سر و صدا بود و پیرمرد این تفاوت را حس می‌کرد. دو پیشخدمت کافه خبر داشتند که پیرمرد اندکی مست است و با اینکه مشتری خوبی بود، چون می‌دانستند وقتی مست کند پولی نمی‌پردازد و بیرون می‌رود، چشم از او بر نمی‌داشتند. یکی از پیشخدمت‌ها گفت: هفته پیش می‌خواست خودشو سربنیست کنه. چرا؟ ناامید شده بود. از چی؟ هیچی. چطور هیچی؟ آخه پول داره. آنها کنار هم سر یک میز درست کنار دیوار نزدیک در کافه نشسته بودند و مهتابی را نگاه می کردند. جایی که همه میزها خالی بود بجز یکی که پیرمرد بر سر آن زیر سایه برگ هایی که با وزش باد تکان می خوردند نشسته بود. دختر و سربازی از جلو کافه گذشتند. روشنایی خیابان روی شماره برنجی یقه سرباز برق انداخت. دختر چیزی سرش نبود و کنار او با عجله راه می رفت. یکی از پیش خدمتها گفت: دژبانا بازداشتش میکنن. اهمیتی نداره، چون کسی که میخواسته رو تور زده. من که میگم بهتره تو خیابونا پلاس نباشه. دژبانا گیرش میارن. 5 دقیقه پیش از اینجا رد شدن. پیرمرد که در سایه نشسته بود با گیلاسش چند بار به پیش دستی زد. پیشخدمت جوان بالای سرش رفت. چی میخوای؟ پیرمرد او را نگاه کرد و گفت: یه برندی دیگه. پیشخدمت گفت: مست میشی. پیرمرد به او خیره شد. پیشخدمت راهش را کشید رفت. به همکارش گفت: خیال داره تا صبح اینجا بمونه. دیگه خوابم میاد. هیچ وقت نمیشه زودتر از ساعت 3 تو رخت خواب باشم. کاش هفته پیش خودشو سربنیست کرده بود. پیشخدمت بطری برندی و یک پیش دستی دیگر از روی پیشخوان کافه برداشت و قدم زنان به سوی میز پیرمرد رفت. پیش دستی را روی میز گذاشت و گیلاس را از برندی پر کرد. به مرد ناشنوا گفت: کاش هفته پیش خودتو سربنیست کرده بودی. پیرمرد با انگشتش اشاره کرد و گفت: یک کم دیگه. پیشخدمت آنقدر برندی در گیلاس ریخت که سر رفت و از بدنه گیلاس توی پیش دستی که روی یک دسته پیش دستی بود سرریز شد. پیرمرد گفت: ممنونم. پیشخدمت بطری را به کافه برگرداند و دوباره سر میز کنار همکارش نشست و گفت: الان دیگه مسته. هر شب مست میکنه. چرا میخواست خودشو سربنیست کنه؟ من چه میدونم. چطور میخواست خودشو بکشه؟ خودشو از یه طناب حلق‌آویز کرد. کی نجاتش داد؟ برادرزادش. چرا این کارو کرد؟ برای نجات روحش. چقدی پول داره؟ یه عالمه. الان 80 سالی داره. سن و سالش بیشتر از ایناست. کاش را می افتاد می رفت خونش. هیچ وقت نمیشه زودتر از ساعت 3 تو رخت خواب باشم. اینم شد وقت خواب. اون تا دیر وقت میمونه چون بیداری رو دوست داره.
اون تنهاست، من که تنها نیستم. زنم تو رخت خواب چشم راهمه. اونم یه وقتی زن داشته. الان که دیگه زن به دردش نمیخوره. تو از کجا میدونی؟ شاید کنار یه زن حال و روزش بهتر باشه. برادرزادش بهش میرسه. خودت گفتی نجاتش داد. میدونم. من یکی خوش ندارم انقدر پیرشم. آدم پیر چیز کثیفیه. همه اینطوری نیستن. این پیرمرد تمیزیه. وقتی چیزی میخوره نمیریزه. حتی الان که مسته. نگاش کن. چشم دیدنشو ندارم. کاش راه میافتاد میرفت خونش. به آدمایی که کار و زندگی دارن هیچ توجهی نداره. پیرمرد گیلاس به دست نگاهی به سراسر محوطه انداخت و آنگاه به پیش خدمت‌ها چشم دوخت. با اشاره به گیلاسش گفت: یه برندی دیگه. پیش خدمتی که عجله داشت بالای سرش رفت و مثل آدم‌های احمقی که موقع حرف زدن با مست‌ها و خارجی‌ها بعضی کلمه‌ها را می‌اندازند گفت: امشب دیگه نه. الان باید بست. پیرمرد گفت: یکی دیگه. پیش خدمت لبه میز را با حوله پاک کرد. سر تکان داد و گفت: نه، تموم شد. پیرمرد از جا برخاست. پیش دستی ها را به آرامی شمرد. یک کیف پول چرمی از جیب بیرون آورد. پول مشروب را پرداخت و نیم پستا انعام داد. پیش خدمت او را می دید که خیابان را در پیش گرفته بود و می رفت. مرد بسیار پیری بود که با نااستواری اما با وقار قدم می زد. پیش خدمت ها پشت دری ها را بالا کشیدند. پیش خدمتی که عجله نداشت گفت: چرا نذاشتی بمونه مشروب بخوره؟ هنوز 2:30 نشده. میخوام برم خونه بخوابم. 1 ساعت دیر و زود چه فرقی داره؟ برای من فرق میکنه. 1 ساعت به جایی بر نمیخوره. تو هم مثل پیرمردا حرف میزنی. مگه نمیتونه بره یه بطری بخره تو خونش بخوره؟ هر جایی که اینجا نمیشه. پیش خدمتی که زن داشت و نمیخواست بی‌انصافی کرده باشد و فقط عجله داشت گفت: راست میگی، هر جایی اینجا نمیشه. تو نمیترسی زودتر از هر شب داری میری خونه؟ توهین میکنی؟ نه بابا، شوخی میکنم. پیش خدمتی که عجله داشت در آهنی را پایین کشید و بلند که میشد گفت: نه، من اعتماد دارم. 1 ذره هم شک ندارم. پیش خدمت پیر گفت: تو جوونی، اعتماد داری، کسب و کار داری، همه چی داری. تو چی کم داری؟ همه چیز به جز کسب و کار. هر چی من دارم تو هم داری. نه، من هیچ وقت اعتماد نداشتم. جوونم نیستم. ول کن بابا، انقدر پرت و پلا نگو. درو قفل کن. پیش خدمت پیر گفت: من از اون آدماییم که دلشون میخواد تا دیر وقت تو کافه ها باشن. کنار اونایی که خیال خوابیدن ندارن. کنار اونایی که شب به چراغ احتیاج دارن. من میخوام برم خونه بگیرم بخوابم. پیش خدمت پیر که دیگر لباس پوشیده بود به خانه برود گفت: ما دوتا با هم فرق داریم. حرف سر جوونی و اعتماد نیست. اینا چیزای قشنگیه. اما چیزی که هست اینه که من هر شب بعد از اینکه درو میبندم و میرم ناراحتم. چون ممکنه کسی باشه که به کافه احتیاج داشته باشه. برو بابا، مشروب فروشی که تا صبح باز باشه زیاده. حرف منو نمیفهمی. اینجا یه کافه پاک و دلچسبه. پرنوره. روشناییش مناسبه. از این گذشته سایه برگام هست. پیش خدمت جوان گفت: خداحافظ. دیگری گفت: خداحافظ. چراغ را خاموش کرد
و گفتگو را با خودش ادامه داد. روشنایی جای خودش، اما جا باید هم پاک باشه هم دلچسب. آهنگ نبودم نبود. آره، آهنگ نبود که نبود. اصلا حتی لازم نیست آدم با وقار بره کنار یه نوشگاه وایسه. اصلا مگه این وقت شب کار دیگه ای میشه کرد؟ از چه میترسید؟ ترس و وحشتی در کار نبود. تنها هیچی بود که خوب میشناخت. همش هیچی بود و مردی که هیچ بود. تنها همین بود و فقط به روشنایی بود که نیاز داشت و اندکی پاکی و نظم. عده‌ای در آن زندگی کردند بی آنکه احساسش کرده باشند، اما میدانست که همش هیچ بود و باز هیچ و هیچ و باز هیچ. ای هیچ ما که در هیچی، نام تو هیچ باد، قلمرو تو هیچ باد، اراده تو هیچ در هیچ باد، همان گونه که در هیچ است. در این هیچ، هیچ روزانه ما را به ما عطا کن و هیچ ما را هیچ مکن، همان گونه که ما هیچ های خود را هیچ می کنیم. و ما را به درون هیچی هیچ مکن، اما از شر هیچی در امان دار و باز هیچ. درود بر هیچ سراپا هیچ، هیچ با توست. لبخند زد و کنار میز نوشگاه ایستاد که رویش یک قهوه جوش بخاری دیده میشد. متصدی نوشگاه گفت: چی میخوری؟ هیچی. متصدی نوشگاه گفت: بازم یه دیوونه، و رویش را برگرداند. پیش خدمت گفت: یه پیک کوچیک. متصدی نوشگاه پیک را برایش پر کرد. پیش خدمت گفت: نور چراغ خوب و دلچسبه، اما نوشگاه پاک نیست. متصدی نوشگاه به او نگاه کرد اما جوابی نداد. آنقدر دیر وقت بود که دیگر جایی برای گفتگو نبود. متصدی نوشگاه گفت: یه پیک کوچیک دیگه میخوای؟ پیش خدمت گفت: نه ممنونم، و بیرون رفت. از نوشگاه ها و مشروب فروشی ها خوشش نمی آمد. یک کافه پاک و پرنور چیز دیگری بود. اکنون بیان که دیگر فکر کند به سوی خانه و اتاقش می رفت. در رخت خواب دراز می کشید و سرانجام در طلوع صبح به خواب می رفت. با خودش می گفت: شاید از بیخوابی باشه. خیلیا بهش دچارن.